امروز تماشابینا برای تاجیکستان رفتنمان تیاری هم خرسنده هستم که وطن میرم. اگر 100 برم 100 برم خرسندی میکنم. مغازین رفتم برای کودکا سر لباس خرید. ایا اگلا تماشا کردم دکور چقدر دوست می‌دارم. خیلی لباس گرفتم. میامولی در خونه همش راسپاکوفکا میکنم. تماشا کنین. دوام قصه را نقل میکنم تماشابینا. خلاص گپ کنداشم حامله داشت در پنجم کودکش. اما در او قشلاق دختر نداریم. دختری ما ای خانه ما 30 کیلومتر دوره که در یک روز در یک هفته 2 روزه هست که دوباره میرود. باقی مانده روزاش فقط سحر میرود بگه میوید. کودکو مایده خیلی دختراش باور کنین من یگام بار دیدگی نبودم که یا کودکای مرا بگن که اوگایا یا که تله کده باشن. نه، دختر کالونیش بچه کالونی من، دختر دیمگیش بچه دیمگی من اگر در بالای دیده و در بالای چشمشون نگاه میکردن. خیلی ما بگیم که همچون دمبلی خونه زبونی ارسی را بیان نمیدونستن. همین پروداکت خرک، پروداکت بیورک، ارگانیزاتور یگام جو رفتن اومدن همش در کلای ما بود. خیلی که رژیم کردگی بودیم. همه کاری خونه را قطعی کنداشم دکاسه میکردیم. بزو گوسپندورا ما علف میکردم او میدودک. دکاسه میتروشتیم، دکاسه اوکال میکردیم، دکاسه هده حالینه توزه میکردیم. او اگرود او اوقات مونه دختری کالونیش میکردک، دختری دیمگیش پس دوره میشوشت. هر دمونه همچون مادر فرزنده حرمت میکردن. بهترین زندگی شیرینه ما قطعی زن یکمش گذراندگیم. زیاده از 1 سال که ما زندگی کردگیم بهترین شیرینی زندگی را ما دیدگیم. نو وابسته که کنداشم بود، دخترای کنداشم بود تا حاضر دوستشون میدارم. مهر محبتشون یک ذره ایدلم اسوشتگی نیست. تا حاضر ما گپ میزنیم، چخچق میکنیم، ویدیو ویزف گپ میزنیم. تا حاضر معامله ما یگم ذره ایواز شدگی نیست. خیلی که میگم که کرسیچ خیلی حامله دار شوی همش کاغذ و قلم و دفتر. کودکا را در دخترای کنداشم میسپارم. کنداشم میگیرم سحر ساعت 8 سر در اتوبوس سوار میشم. بیچاره دخترای کلانمون بز گوسپندورم در سر او میزنن. میگیرم میبرمش رایون در اوچات میمونمش. اگه بدونین آنالیزی ایشابوسپور خونشابوسپور همه آنالیزا میسپارم اوچات میمونمش. همین 2 هفته پس رایونش میبرم. 2 هفته پس بعد نظری دختر باکی در پوچاکش گوشتی زیاد چی داشت میترسید که همین یگم ضرر زیانش نپیورن. خیلی شید بهار شید دوشه 6-7 ماه حامله داشتگی بود. شما بسیار میپرسید که شوهر من میومد قطعی کدویمون یکم خواب میرفت. شوهر من خیلی بد نبود. ایروی شریعت کار میکرد. روز قطعی وای یک روز دیگهش قطعی من ایروزی که حامله دار شد کنداشم دیگه گفت که مقصد سلامتی ما به جای اومدگی من نمیخوام که مرا آرام بگذارین. ای بهرشو گذاشتم. 1 ماه ده 1 بار باور کنین. لیکن ایمانی من نمیبرداشت که من قطعی او شام روز میکردم. میشتم یک جامو تلویزیون تماشا میکردیم. شب در روز چیپس میخوردیم، سمچکا میخوردیم، نماز میخوندیم، میخندیدیم، لباس میشوتیم برای که ما استرالی ماشین نداشتیم. این ما قطعی مشاوره روز میکردیم. دیگه حیات کنی اینترست نمیشه وقتی شوهر وقتی که قطعی کندوش اجازه زندگی میکنی کوشش میکنی که کندوش خفه نشه که شوهر ایدر بیرون کندوش یا امر قطعی در درنی خونه اوج در توا برای ما آب چیدگی بود که ما ای بهری بخت گذشتگی بودم. لیش